سلام عرض می‌کنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این سری از ویدیوها میخوام بهتون صرافی بینگیکس رو معرفی بکنم و در ویدیوهای آینده به طور کامل تک تک بخشای اون رو براتون بررسی کنم و توضیح بدم و کامل بهتون آموزش بدم. توی این ویدیو میخوام صرافی بینگیکس رو بهتون معرفی بکنم و ببینیم اصلا بررسی کنیم ببینیم معتبر هست یا نه، از کی داره فعالیت میکنه، چطوری ریتش و رتبهش و چه بخشهایی داره و چقدر میتونیم بهش اعتماد بکنیم. صرافی بینگیکس با آدرس bingix.com در حال حاضر از طرف ایران باز نمیشه، نمیتونید همینطوری برید و نیاز به تغییر IP دارید، ولی اگر آدرس bingix.pro رو وارد بکنید آدرسی هستش که از طرف ایران بسته نیست و با IP ایرانی میتونید توش وارد بشید و ثبت نام بکنید و تمام ترید ها و نقل و انتقالاتتون رو بدون محدودیت انجام بدید. کما اینکه توصیه همیشگی من این هستش که به دلیل تحریم هایی که وجود داره علیه کشور ایران به هیچ عنوان با IP ایرانی و هویت ایرانی توی صرافی های خارجی کار نکنید. یعنی حتی اگر صرافی اجازه میده به شما احراز هویت بکنید مثل کوینکس، مثل بینگیکس، حتی اگر میتونید با IP ایرانی باهاش کار بکنید این کار رو انجام ندید. از ابتدای کارتون با تغییر IP بهترین راه حل هم تهیه یک VPS هستش. وارد صرافی ها بشید و داخل اونها هم احراز هویت نکنید. این توصیه همیشگی من هستش به شما تا احیانا در آینده به مشکلی نخورید. بریم سراغ صرافی بینگیکس. توی سایت کوین مارکت کپ اگر وارد بشیم، صرافی بینگیکس توی بخش صرافی های اسپات، توی امروز که یک شنبه هست من دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم، رتبه 40 رو داره اینجا و اگه بخوام یه مقایسه‌ای بکنیم نسبت حجمی نیستا، یه رتبه‌ای که سایت کوین مارکت کپ بهش داده، رتبه 40 رو امروز داره و این رتبه کم تغییر میکنه. توی حالا قبلا که چند جای دیگه سر کلاس‌های دیگه گذاشته بودم کمتر از این هم بوده، یعنی بین 20 و 30 هم توی اسپاتش بوده. بخوام یه مقایسه‌ای بکنیم با صرافی‌های ناماشنا، میتونیم کوینکس رو امروز توی رده 42 ببینیم. حضورتون برسونم که اینجا مکسی رو توی رده 18 میتونیم ببینیم، البنک رو توی 14 توی اسپات ها میبینیم، بای بیت توی 10 هست، اوکیکس 8، کوکوین 4، بایننس هم که خب اول هستش. این رتبه بندی صرافی های اسپات توی سایت کوین مارکت کپ هست. توی دریویتیو ها یا همون بازارهای مشتقه یا فیوچرز ها بخوایم اینجا نگاه بکنیم، بای بیت 2، اوکیکس 3، کوکوین 4، میایم پایینتر مکسی توی رده 12 و بینگیکس امروز 14 هستش، یعنی در واقع رتبه 14 رو گرفته و حجم معاملاتی هم میبینید که 7,500,000 دلار در 24 ساعت گذشته حجم معاملاتیش با توجه به تعطیلی حجم خوبی هستش که داره. کوکوین همین رو میبینید که با 1,500,000 اومده و اینجا با ببخشید با 1,500,000,000 اومده اینجا وایساده و تصحیح میکنم. بینگیکس هم با تصحیح کنیم کجا بود، 17 بود، 14 7,500,000,000 اومده و اینجا وایساده. اصلاح میکنم حضورتون برسونم که بس رتبه خوبی هست. اینجا هم اگر من واردش بشم رتبه 40 رو بیاریم. من یه بار دیگه آدرسش رو هم خدمتتون بیارم. اینجا بله bingix.com هستش، دقیقاً bingx.com آدرس وبسایتش هستش. توی کوینجکو هم اگر بخوایم نگاه بکنیم توی صرافی های اسپات بینگیکس اینجا رتبهش بهتره، 12 در حالی که اوکیکس رده 11 هستش. حضورتون برسونم که کوکوین رده 2 رو اینجا داره و بایننس یو اس 7 و بایننس 9 رو داره. توی اکسچنج هایی که کوینجکو اومده و لیست کرده اینجا. توی دریویتیو ها یا همون بازارهای فیوچرز بایننس اینجا اول هستش، اوکیکس 3 هست و بینگیکس رده 5 رو امروز داره توی کوینجکو. پس میتونیم اینطوری جمع‌بندی بکنیم که به لحاظ اعتبار صرافی خوب و مناسبی هستش و من و شما میتونیم باهاش کار بکنیم. چه امکاناتی داره؟ ببینید اولا که زبان شیرین فارسی رو پشتیبانی میکنه، یعنی شما میتونید سایت رو برای خودتون فارسی کنید، همونطوری که میبینید من با بینگیکس پرو و بدون هیچ گونه فیلتر شکنی وارد شدم. اینجا من یه رفرش بکنم سایت رو چون خیلی وقت بوده باز بوده اینجا. خب یه رفرش میکنم اینو میارم. سایت رو میتونید به زبان
فارسی استفاده بکنید. فارسی خیلی خوبی داره سایت، مثل صرافی کوینکس که اون هم زبان فارسی رو پشتیبانی میکنه. صرافی بینگیکس هم از زبان فارسی پشتیبانی میکنه و میتونید با زبان فارسی ازش استفاده بکنید. پس میتونید از زبان فارسی استفاده کنید. من چون آموزش هم به زبان انگلیسیه، این رو هم روی همون زبان انگلیسی قرار میدم و کار میکنم باهاش، ولی خب شما اگر بخواید میتونید از زبان فارسی استفاده کنید. پشتیبانی فارسی هم داره، یعنی شما کاملا فارسی میتونید با پشتیبانیشون صحبت کنید، نیاز به حالا گوگل ترنسلیت و اینها ندارید. بخشای مختلفی داره، بخش اسپات داره که میتونید داخلش کار بکنید. دریویتیوش 2 تا بخش داره، یه پرپچوال فیوچرز داره، یه حالت فیوچرزیه که توی اکثر صرافی ها دیدیم و تمام اون امکانات رو اینجا داره، و یه استاندارد فیوچرز داره که کمی امکانات محدودتری داره و میشه برای اول کار و یکی مبتدی ها استفاده بکنن ازش، ولی خب فیوچرز نسبتاً قابل قبول تری به نسبت اون حالا فیوچرز معمولی های صرافی های دیگه هست. کپی تریدینگ رو داره که میتونید که دقیقاً معاملات یک تریدر دیگه در حساب شما کپی میشه. گرید تریدینگ رو داره. یک سری ریوارد داره. یکی از ریوارد حالا برای مثلا حالا افرادی که جدید میان یه سری حجم معامله برسید به شما بونس و پاداش پرداخت میکنه، میتونید باش معامله بکنید. اگر هم با کد رفرال ما توی صرافی ثبت نام بکنید، علاوه بر تمام اون ریوارد هایی که خود صرافی بهتون میده، $30 پاداش برای معامله بونس به شما میده که میتونید توی فیوچرز استانداردش با اهرم 5 باش معامله بکنید و اگر حجم معاملاتتون به $1000 برسه $30 دیگه هم بهتون بونس و پاداش میده که باز میتونید با اون هم ترید بکنید. که 2 تا در واقع آپشنی هستش که فقط روی کد رفرال ما فعاله و حالا آکادمیشو در واقع حضورتون برسونم، بخشایی که داره برای یادگیری و بخشای دیگه. یه چیز دیگه هم که داره علاوه بر رمز ارزها، جفت ارزهای فارکسی هم داخلش قابل معامله هست، اما من هنوز خیلی جذاب ندیدم به نسبت حالا بروکرهایی که داریم و میتونیم باشون کار بکنیم. هنوز بخشی نیست که خیلی خوب باشه، پا گرفته باشه، ولی داره و داره کار میکنه و احتمالاً هر چقدر استقبال از صرافی بیشتر بشه بهتر هم خواهد شد. صرافی بینگیکس بخش اثباتش رو مشاهده میکنید. نمای معاملاتی نزدیک به نمای در واقع رابطه کاربری بایننس هستش و صرافی جمعاً صرافی مناسبی هست، میتونید ازش استفاده بکنید. دقت داشته باشید اگر میخواید با صرافی خارجی کار بکنید، چند تا نکته رو لطفاً دقت داشته باشید. هویت ایرانی خودتون رو فاش نکنید، با IP ایرانی وارد نشید، ترجیحاً از یک VPS همیشه استفاده بکنید برای خودتون. احراز هویت داخل صرافی خارجی انجام ندید. پول مستقیم از صرافی ایرانی به صرافی خارجیتون نزنید. کیف پول خودتون رو واسط قرار بدید همواره. کیف پولتون رو هم هیچ وقت با IP ایرانی باز نکنید. همه پولتون رو توی صرافی توی یک صرافی نریزید. سعی بکنید از چند صرافی مختلف استفاده بکنید تا اگر احیانا یکیشون به مشکل خورد همه سرمایه شما به خطر نیفته. و اینکه صرافی ها هیچ کدوم چه ایرانی چه خارجی برای نگهداری بلند مدت ارزهای دیجیتال مناسب نیستند و انتقال بدید در صورتی که لطفاً میخواید نگهداری چند ساله انجام بدید، انتقال بدید به کیف پول ارز دیجیتالی خودتون، چه نرم افزاری چه سخت افزاری. لطفاً انتقال بدید به کیف پول در واقع دیجیتالی یا حضورتون برسونم که سخت افزاری خودتون در ارزهای دیجیتال و اونجا نگهداری بکنید. کارمزدش به نسبت خطر و اون بیمه‌ای که میکنه در واقع پول شما رو، ارزهای دیجیتال شما رو، بسیار ناچیزه. بعضی شبکه‌ها مثل اتریوم که اتریوم هم الان کارمزدش خیلی پایینه و حتما برای نگهداری بلند مدت از کیف پول استفاده بکنید. میبینید که اینجا یه سری ریوارد هایی رو داره، اینها رو هم خدمتتون توضیح دادم. در ویدیوهای آینده تک به تک میریم معاملات اثبات، نقل و انتقالات، ثبت نام، چطوری تنظیمات امنیتی اولیه‌تون رو انجام بدید و تمام بخش‌های دیگه فیوچرز و غیره رو خدمتتون توضیح میدم. حتما ویدیوها رو دنبال بکنید و سفر برای خودتون سیو داشته باشید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.